سلام علیکم، خسته نباشید. حمید از ایران. ما فقط میخواستم با اونایی که پوست میدن یا حرف بد میزنن بگم واقعا خجالت بکشید. منم یه شیعه هستم. خیلی از زمانی که شما شروع که پوست دادن و حرف چرنده حالم از شیعه و شیعه‌گری به هم میخوره. اگر ادعا میکنیم که واقعا پیرو علی و 12 امام هستید، چرا پوست میدید؟ منطق، سند، مدرک بیاد. همینطور که آقای انصاری شبکه جهانی وصال سند میاره، مدرک میاره، شما هم بیارین. مزاحمتون نمیشم. دوستتون دارم. خدا حافظ. سلامت باشید. سپاسگزار از شما بیننده عزیز. واقعا هم همینطور هست. کسی که دلیل و مدرک ندارد شروع می کند به توهین، به ناسزا گفتن. شما شاهدین هستید که همه روزه در برنامه‌های مختلف ما تماس میگیرند، علاوه بر پارازیتی که انداختند و بالاخره مدت هاست که ماهواره هوتبرد رو از ما پوشانده اند یا محروم کرده اند با پارازیت هایی که میندازند، اما هرگز صدای حق پنهان نخواهد شد. هرگز ما ساکت نخواهیم شد. هرگز راه رساندن حق به مردم شریف ایران و دیگر فارسی زبانان مسدود نخواهد شد. و الحمدلله همه روزه تماس های شما، پیام های شما بینندگان عزیز در برنامه های مختلف روحیه بخش ما خواهد بود و همچنین تماس هایی که مزدوران نظام میگیرند، توهین هایی که میکنند، ناسزاهایی که میگویند، استهزاها و مسخره هایی که میکنند، همه و همه دال بر ضعف آنهاست، بر ناتوانی و شکست آنهاست. هرگز حق شکست نخواهد خورد باذن الله متعال.